This is ایران. اینجا ایران است. یا انگلیس زندگی ورد هارد. زندگی در اینجا سخت است. در ایران با یک روز کاری سخت میتوان طول 1 کیلو گوشت را در آورد. آقا علی سیدی از استادکارای کناف سازه کشی و مهندس ایمنی به طور نامحسوس به ما حمله کرد و میگه خدا بزن. من چی؟ پرتی 120 کار کردیم، میگه پرتی 120 نزن کامل. پوش میاد ببینم که چه دفیلمی مهندس تازه تو رأس کار اومده و یکی از بهترین مهندسای قرن قم ما مجبوریم وقتی که مهندس ایمنی میاد کلاه بذاریم، اگه نه برای سلامتی کلاه نمیذاریم. کلاه فقط جهت جریمه نشدن میذاریم. بله و خدای اندازه رو اشتباه زد. نه خدای اشتباه نیست. دوستان اشتباه در کار. کسی که ادعای خدایی میکرد رید. خدا میخواره. بچه ها باید لایک خداحافظی کنید. لایک.
در کنار دوست خوبم و تازه وارد آقا احمد شاکریم آقا جناب دو. عزیز دل در حال آموزش برای برش کنار و صاب و فخر. داریم صاب میزنیم. یکی از بامرام‌ها با معرفت‌ها و مرد اخلاق. امیدوارم که پیشرفت زیادی داشته باشه. و در کنار استاد بزرگ آقای رضا سراوی، استاد خوشخندان و گیتاریست کنافکاران، در حال اجرای طرح کناف. آجا بگو یکم بخون. حسش نیست فکر کنم آقا رضا، حسش هست؟ یه آهنگیه که پسر کفشاش میبنده میخونه. گفتم نمیدونم چه کار. یه بینه بخون تا برم. یه محسن رسانی. نه با بسیار خون دانا نبوده کیه. آقا رضا افتخار میدی یا دیدم؟ بله. گفتم بیا بسازیم. با سر بارون میزنه یعنی چطور حاله به به. آخ که چقدر دلم میخواد الان بیام دنباله من باشم و تو باشی و دیوونگی و بارون آخ که چقدر تنگ دلم واسه هر دوتامون با سر بارون میزنه دلم اسیر عشقه کاش حداقل اتفاقی بیام جلوی چشمت بهت بگم عاشقتم دیوونتم عزیزم من هنوزم تو خلوتم واسه تشخیصم ریدم تو اندازه ها. بله مثل که اندازه های آقا احمد اشتباه بود و حس حال خوانندگی آقا رضا پرید. مرسی آقا رضا، با یه لایک خداحافظی کنیم. اندازه درست. آقا احمد دقت کن، اینقدر تعریف دادم.